بچه ها X33 کراس اتومات با 5 سرنشین سربالایی میگفتن نمیره راه نمیره. ماشاءالله گاز بدی چسبی تو ماشین جلویی. اصلا این حرفا نیست که راه نمیره و نمیدونم نخرید. ماشاءالله بچه ها سلام کنید. سلام. مرسی از نمایندگی 777 و شرکت مدیران خودرو با اینکه 3 سیلنده واقعا عالیه. جاده چالوس که حرف رو گفتن داشت، واقعا عالیه. ممنونم. دیدم کسی تست سربالایی نذاشته، نگرانید از بابت سربالایی. من 150 کیلو بار تقریبا 550 کیلو وزن سرنشینا داریم میریم بالا. خدا رو شکر هیچ مشکلی هم نداشته. گازم میدیم هر جا، هر سربالایی. اینم سربالایی تون، گازم که میدی میره بالا، اصلا هم کم نمیاره.